آزادی اگه نفری $10 گذاشته بودید، من به شما قول میدم حداقل زندگی 100 نفرشون الان آرومتر بود، دنبال معالجه چشمشون خیلی راحتتر میرفتن، زندگیشون خیلی بهتر میشد تا چیزی که الان هستن. اما چه کار کرد؟ یا میخواین از این صندوق‌ها دزدی بکنید، یا میخواین فقط عکساتون رو بگیرید، یا میخواین سوء استفاده بکنید. همین من یک سوال شخصی خودم رو میگم، آقای بهزاد، این افرادی که پرچم اصلاح طلب‌ها، پرچم از خود درآوری زن زندگی میگیرن، اینا چیه داستانش؟ مگه ایران ما یک پرچم ملی شیر خورشید بیشتر داره؟ مگه من همین رو خواستم عرض کنم خدمتتون. نگاه کنین دوستان، ما یه قدمت چند هزار ساله داریم، یک پرچم واحد داریم و اون هم پرچم واحد شیر و خورشید هستش. من خودم به شخصم بجز